سرخط مهمترین خبرها: گفتگو 6 جوان احتمالاً از آسیای مرکزی در آمریکا، آنها به غارتگری و تجاوز به ناموس متهم می‌شوند. دیدار نمایندگان حکومتی طالبان و تاجیکستان در ولایت بدخشان. و در روسیه می‌خواهند حجم باج دولتی برای مهاجران را زیاد کنند. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامداد. امروز 29 اپریل سال 2026 است. در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیای آمریکا که مکان مهاجرت و کار اقامت صدها زاده تاجیکستان است، 6 جوان تا 20 ساله و احتمالاً زادگان آسیای مرکزی به حمله و دزدی و تجاوز به ناموس گمانزد شدند. پلیس فیلادلفیا در بیانیه روز 27 اپریل گفت یک از این جوانها سعید احمد باقی و 18 ساله دستگیر و 5 تن دیگر در جستجو هستند. گفته نشده است که باقی زاده کدام کشور است و چند مدت باز در فیلادلفیا اقامت دارد. نام 5 گمانزده دیگر هم نشر نشده است، ولی پلیس آنها را سفیدپوست تا 20 ساله، مویشان سیاه و احتمالاً روس یا از آسیای مرکزی تصویر کرده است. حادثه صبح 25 اپریل در یک محله فیلادلفیا اتفاق افتاده است. آنها مجبور به یک بنا درآمده جبردیدگان را با تهدید سلاح غارت و تجاوز کردند، گفته شده است در بیانیه پلیس فیلادلفیا. رسانه‌های محلی نوشتند که به یک حمام حمله شده است. به اطلاع رسمی، جوانها پس از رسیدن مأموران انتظامی از بالای بام گریختند. تلاش ما برای گرفتن شرح بیشتر و معلومات درباره گمانزدها از مقامات فیلادلفیا هنوز نتیجه نداد. بنا به معلومات گوناگون، از 10 تا 16 هزار زاده تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زندگی کرده، اساساً در بخش تجارت و نقلیات و خدمت رسانی کار می‌کنند. نمایندگان حکومتی طالبان و مقامات تاجیکستان موضوع بازگشایی کنسولگری تاجیکستان در ولایت بدخشان افغانستان را بحث کردند. با گزارش رسانه پژواک، این موضوع اخیراً در دیدار نمایندگان سفارت تاجیکستان در افغانستان و والی ولایت بدخشان افغانستان بررسی شده است. در این دیدار که هفته گذشته انجام شد، دو طرف همچنین درباره روابط تجارتی میان دو کشور، از جمله تقویت بازارهای مرزی و بهتر کردن نظارت سرحدی دولتی گپ زدند. معلوم نیست که جانب‌ها به چه خلاصه رسیدند. مقامات تاجیکستان درباره این دیدار و نتیجه آن رسما خبر ندادند. تاجیکستان ماه آگوست سال 2021 کنسولگریش را در ولایت بدخشان افغانستان موقتا بست. این کار زمانی انجام شد که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاجیکستان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و سفارت افغانستان در دوشنبه در اختیار سفیر حکومت پیشین کابل قرار دارد. تاجیکستان از زمانی به قدرت برگشتن طالبان در افغانستان در برابر این گروه موقع‌گیری شدید داشت و در ماه‌های اخیر این رابطه ها رو به گرمی آورده است. رئیس یک خواجگی دهقانی در ولایت سوغد با اتهام کشتن 2 همدهی‌اش بازداشت شده است. به اطلاع خبرگزاری از اپلوس، خورشید مولانوی 46 ساله با آن گمان زده است که 27 اپریل 2 همدهی‌اش را با ملتقه شکاری پرانده است و آنها ففتیدند. منبع میگوید که ففتیدگان 47 و 41 ساله بودند. مقامات سبب حادثه را مبلغ گفتند، اما شرح بیشتر ندادند. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد گفتند که به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات فعلا از صحبت خودداری میکنند. مقامات روسیه میخواهند حجم باج‌های دولتی برای مهاجران را 12 برابر زیاد کنند. خبرگزاری اربیکا از قبل منابعش نوشته است لایحه این قانون را حکومت دستگیری کرده است. طبق این اصلاحات، از جمله گرفتن شهروندی روسیه یا برآمدن از آن، از 4000 روبل به 50000 روبل زیاد می شود. نرخ اجازه استقامت موقت هم از 1920 روبل به 15000 روبل افزایش خواهد یافت. در صورت قبول این قانون، ارزش اجازه دائمی اقامت تا 30000 روبل زیاد می شود. فعلا ارزش این حجت 6000 روبل است. لایحه قانون پیش بینی می‌کند که شخصان به شهروند، سابق شهروندان اتحادیه شوروی، اشتراکچیان برنامه کوچانیدن یا پرسیلینی و آنهایی که در جنگ روسیه علیه اوکراین اشتراک دارند از پرداخت این باج‌های دولتی آزادند. مقامات روسیه میگویند که از طریق زیاد کردن باج دولتی برای مهاجران می‌خواهند خراجات برای گذراندن سندیش یا ریدها را رویپوش کنند. بعضی وکیلان دومای دولتی از جمله کنستانتین زاتولین گفته است این سختگیری‌ها به بازار مهنت و مناسبت روسیه با کشورهای دیگر ضرر می‌رساند. و گفته این کارشناس با زیاد شدن باج دولتی، مهاجران قریب تمام معاش خود را برای حجت‌ها صرف می‌کنند و این حالت می‌تواند به افزایش مهاجرت غیر قانونی آورده رساند. بعد سال 2024 روسیه برای مهاجران 10 قانون سختگیرانه جاری کرد.
در شهر آستانه قزاقستان سمیت گسترده منطقه‌ای رس 2026 به پایان رسید. در دایره آن 17 سازشنامه سرمایه‌گذاری امضا شد که مبلغ عمومی آنها بیشتر از 2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. اما در حالی که سیاستمداران آینده سبز را بررسی می‌کنند، کارشناسان از امروز مدهش حرف می‌زنند. منطقه قریب نصف از ذخیره‌های آبش را از دست می‌دهد. پزشکان بحران زیست محیطی را خطر به صحت نسل آینده می‌نامند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم امیر ایسایف. در نمایشگاه اکسپو 2026 تاجیکستان آینده سبز خود را معرفی کرد. در اینجا از آبشوی پریخ‌ها و حفظ گوناگونی بیولوژی حرف زدند، اما توجه اساسی به نقلیات روانه شده بود. تاجیکستان تصمیم دارد در پاسخ به آلوده‌شوی هوا در شهرهای بزرگ اتوبوس‌های برقی را به طور گسترده به راه ماند. ولی عملی سازی این تصمیم سبز مستقیما از ثبات ذخیره‌های آب وابسته است که این ذخیره‌ها نیروگاه‌ها را به کار می‌دارند. اینجا مشکل پیش می‌آید. بدون مدیریت پرثمر آب نه امکان رشد انرژتیک وجود دارد، نه حفظ محیط زیست. بخش آب ارزش بهره‌های از دست رفته در سمیت یکی از موضوعهای محوری بود. دمیتری پتکین هماهنگساز برنامه‌های بانک جهانی هشدار می‌دهد منطقه در حالت بحران بزرگ قرار دارد و اصول‌های کهنه مدیریت آب دیگر کارآمد نیستند. همه می‌دانند که آب در منطقه افزایش نمی‌یابد. خطرهای محیط زیست واقعی هستند. منطقه نسبت به همه کشورهای دیگر جهان بیشترین آسیب را خواهد دید و به این خاطر باید همین حالا آماده شد و چاره‌جویی کرد. در دایره چندین جلسه موضوع ضرورت افزایش دادن تاثیرناکی تکنولوژیاهای صرفه‌کارانه استفاده بردن آب بررسی شد. حالا حدود 40% آب در نظام آبیاری تلف می‌شود و تنها 60% مقصدناک استفاده می‌گردد. این ذخیره‌ها امکان امیدواری می‌دهند که سرمایه‌گذاری در تکمیل موثرناکی آب ضروری را برای تامین کار و منزل برای همه ساکنان آسیای مرکزی فراهم خواهد آورد. برای آنکه مدیریت آب را به راه مانیم، باید شیوه چین کردن آب را آموزیم. شرکت مایکروستپ می اس راه حل را پیشنهاد کرد که پایگاه‌های هواسنجی و آبسنجی‌اش از جمله در تاجیکستان به راه مانده شده است. دستگاه‌های ما در مسئله محیط زیست و هواسنجی کمک می‌رسانند. ما نظارت می‌کنیم، پیشگویی می‌کنیم. در اساس چنک‌های ما می‌توان تغییریابی اقلیم را بهاگذاری کرد. در قزاقستان شرکت ما بیشتر از 250 ایستگاه، در ازبکستان بیشتر از 100، در قرقیزستان و تاجیکستان طرح‌های دارد و این داده‌ها در حسابکنی و تحلیل کمک می‌رسانند. اما اکولوژیا یا محیط زیست نه تنها رقم‌های نظارتی هستند. گفتگوی عمیق در جلسه طرح وان هلث یا سالمی واحد سر زد. این طرز برخورد پزشکان، دامپزشکان و اکولوژها را متحد می‌کند، زیرا صحتی انسان بدون صحتی حیوان‌ها و صحتی زمین امکان ناپذیر است. در شرایط تغییریابی اقلیم این پیوند اهمیت بیشتر می‌گیرد. بیماری‌ها گذرانده می‌شوند، زمین از کار می‌ماند و افلاس‌شوی آب امور نگران کننده را در تولدخانه‌های تمام منطقه از ساحل ارال تا دامنه کوه‌ها به بار می‌آورد. دکتر علم‌های طبی سلامت مخیتسوبова مطمئن است طب دیگر نمی‌تواند حالت محیط زیست را نادیده گیرد. ما می‌دانیم که تأثیر محیط زیست به سلامتی باروری زنها تا چه حد است. با مرکز پریناتالی ما از تمام منطقه محض با بارداری آسیبدار مراجعت می‌کنند. نوزادان آسیب دارند، تولدها پیش از وقت سر می‌زنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این تأثیر وجود دارد. بسیاری زنها تأثیر پذیرفتند، کمخونی دارند که به پیامدهای عمیق‌تر و تولد طفل‌های ناسالم آورده می‌رساند. شرکت‌داران سمیت پراکنده شدند. کسی از نطق‌های رسمی درباره فراوانی آب شک کرد، کسی دیگر به نظام‌های نوی نظارت و آبیاری امیدوار شد. اما خلاصه واقعی نشست آستانه نه اینجا، بلکه در حیات هر روزه ساکنان آسیای مرکزی برآورده می‌شود. چنانکه موفقیت این خواهد بود: آیا آب برای ساکنان منطقه دسترستر خواهد شد و شرایط زندگی برای نونهالان به خطرتر خواهد شد؟ حالا بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات را در 29 اپریل در سالهای گذشته فرا می‌گیرد.
با یک سپارش پرزیدنت از 29 اپریل سال 2013 در ناحیه دنقره ولایت ختلان دانشگاهی دولتی بنیاد شد. در این دانشگاه در یک وقت بیش از 9000 دانشجو در فاکولته‌های طبیعی، ریاضی، اقتصادیات، اداره دولتی، سرمایه‌گذاری و دیگرها با تحصیل فرا گرفته شدند. تأسیس دانشگاه در ناحیه دوردست که زادگاهی پرزیدنت امام علی رحمان می باشد، در دایره برنامه‌های آبادانی این ناحیه صورت گرفت. بر اساس یک تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی که پایان ماه اپریل سال 2020 در جلسه مجلس نمایندگان قبول شد، از شهروندان تاجیکستان طلب می شود که از پسوندهای روسی در نامگذاری خود و فرزندان دست کشند. از این بابت در نامگذاری ملی تاجیکستان گذاشتن پسوند آو و ویچ و آوی و آونا در نسب‌های تاجیکان منع است. 29 اپریل روز بین المللی رقص است که با یک موافقه دفتر فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد یونسکو از سال 1982 تجلیل می شود. این رقص تنتنه زیبایی و فرهنگ و ارزش‌های عمومی بشری است که مردمان فرهنگ و کشورهای مختلف را متحد کرده توان عبور از سطح‌های سیاسی و نظامی را دارد. در تاجیکستان هم رقص یک بخش مهم فرهنگی ملی دانسته می شود، ولی سال‌های اخیر برای استفاده از حد بیشش به حیث یک رکن تبلیغاتی دولتی انتقاد می شود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 21,123 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 935 سامانی ارزش دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 29 اپریل چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامداد رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.